بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین و صلی الله علی نبینا محمد و علی آله و صحبه اجمعین. بینندگان عزیز و ارجمند، یکی از ویژگی های انسان های مسلمان و مؤمن که باید این ویژگی را در زندگی خودشان و در وجود خودشان داشته باشند این هست که انسان مسلمان یک انسانی هست دوست داشتنی و محبوب، که هر کسی او را ببیند محبتش در قلب دیگران بیفتد، با دیگران محبت و الفت داشته باشد و دیگران هم او را در واقع دوست داشته باشند. و این کسانی که محبوب دیگران هستند انسانهای مؤمن را محبوب خودشون قرار میدند. مؤمنان با اون دوستی دارند و این شخص با مؤمنان دوستی دارد و الفت دارد. چون این انسانهایی در واقع انسانهای برگزیده‌ای هستند و کسانی هستند که الله و رسول الله صلی الله علیه وسلم آنها را دوست دارند. در روایتی که حضرت ابو هریره رضی الله تعالی عنه نقل کرده، رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمودند: ان احبکم الی احاسنکم اخلاقا. محبوب ترین شما نزد من کسانی هستند که اخلاقشون زیباتر هست، انسانهایی که خوش اخلاق هستند، برخوردشون زیبا هست. این افراد نزد من بسیار محبوب تر هستند. محبوب ترین افراد نزد من انسانهای خوش اخلاق هستند. در ادامه رسول الله صلی الله علیه و سلم توضیح می دهد که خوش اخلاقی یعنی چی؟ کسانی که بهترین اخلاق و والاترین اخلاق و رفتار را دارند چه کسانی هستند؟ الموطئون اکنافا، آنهایی که بسیار نرمخو هستند، با دیگران با نرمش برخورد میکنند. الذین یألفون و یؤلفون، این محل شاهد هست. آن کسانی که با دیگران الفت میکنند و یؤلفون، و مردم هم با آنها الفت دارند. انسان مسلمان باید این گونه باشد، در رفتار و اخلاقش باید نشان بدهد که دیگران را دوست دارد و بر اثر این رفتار و اخلاق هم دیگران خود به خود او را دوست خواهند داشت. و در ادامه می‌فرماید: و ان ابغضکم الی المشاؤون بالنمیمه، و انسانهایی که نزد من از جایگاه بدتری برخوردار هستند، بدترین جایگاه را نزد من دارند و من از آنها خوشم نمیآید، آن کسانی هستند که سخنچینی میکنند. المفرقون بین الاحبه، اون کسانی که با سخنچینی خودشون موجبات تفرقه و دوری را و موجبات جدایی و قهر شدن را در میان دوستان فراهم میکنند. الملتمسون للبراء العیب، اون کسانی که برای انسانهای پاکدامن، برای انسانهای واراسته دنبال عیبجویی هستند. فقط هم مغمشون این است که در میان دو تا دوست و در میان دو تا محبوب اختلافی رو بیندازند، اونها را از همدیگر جدا بکنند و کسانی رو که عیبی را ندارند و گناهی را مرتکب نشدند برایشان در دنبال عیب و در جستجوی یک نوع عیب و گناهی هستند. در روایتی حضرت جابر رضی الله تعالی عنه میگوید که رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمودند: المؤمن یألف و یؤلف، مؤمن طبیعتا این گونه هست که هم دیگران را دوست می‌دارد و هم دیگران او را دوست می‌دارند. المؤمن یألف و یؤلف، خودش هم الیف هست، مهربان هست، انسانی هست دارای رحم و شفقت، با نرمی با دیگران برخورد می‌کند. و یؤلف، و دیگران هم اون رو در قلب خودشون جای میدن. ولا خیر فی من لا یألف ولا یؤلف، و قطعا این گونه هست کسی که مردم با اون الفت نداشته باشند، او هم با دیگران الفت و مهربانی نداشته باشد، در چنین انسانی خیری نیست. چه خیری ممکن هست از کسی به شما برسد که نه او را دوست دارید و نه او شما را دوست دارد؟ و خیر الناس انفعهم للناس، بهترین مردم برای دیگران در نزد الله و در نزد رسول الله صلی الله علیه و سلم آن کسی هست که برای عموم مردم مفیدتر باشد. پس بنابراین اگر ما میخواهیم که محبوب الله باشیم، اگر ما میخواهیم که مورد پسند رسول الله صلی الله علیه و سلم باشیم، اگر ما میخواهیم که این افتخار و مدال محبت رسول الله صلی الله علیه و سلم را بر سینه داشته باشیم،
لازمش این است که انسان حبوبی باشیم، دیگران را دوست داشته باشیم، اهل مهر و محبت و مودت باشیم و به دیگران تا جایی که میتوانیم خیر و احسان را برسانیم. اگر این گونه عمل بکنیم مطمئنا الله متعال و رسول الله صلی الله علیه و سلم و متعاقبا همه مسلمانان انشاءالله من و شما را دوست خواهند داشت. تا برنامه دیگر شما را به الله متعال می سپارم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.